سلام داداش. سلام. این غذا برای من برو یکی واسه خودت. دو تا غذا به کسی نمیده. نمیده؟ مگه من نگفتم بچه ها هر چند تا غذا میخوام بهشون بدین؟ ها؟ برو بگی. مزه غذا چطوره بچه ها؟ نه آشقاله. کی بود؟ من بودم داداش. باشو ببینم. زفری! غذا بذار جلوی این. بخور. بقیهش اینجا بخور. نمیتونی بخوری نه؟ این که وقتی آشغال میزنن جلوتون میخواستم یه خواهش کنم. یک حکایتی رو شما، من بارها و بارها این رو دیدم در فضای مجازی، از مولانا داریم و روایت میکنین در واقع که شخصی میره پیش شخص دیگری گندم از اون میخواد. خیلی به نظرم زیباست و شما خیلی زیبا بیانش میکنید. اگر خسته نشدید این رو برای ما بگید که همه لذت ببرید. ایام قحطی بود، زمین ها بایر بود، خشکسالی بود. کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه و برای سد جوع بچه هاش استفاده کنه. میره از آسیابان خواهش میکنه که بچه هم گرسنن. آسیابان هم یه مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. یه همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزت گیره از مشکلات مردم بگشا، گیره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گیره از این دردها، گیره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گیره که تا گیره دستمال باز شد همه گندم ها ریخت رو زمین به شدت به هم ریخت. Oh.